سلام دوستان، یه سوالی پرسیدم در رابطه با تفاوت مانیتورهای فول HD با HD. مانیتورهای فول HD رزولوشن تصویرشون 1920 در 1080 هستش، در حالی که مانیتورهای HD رزولوشن بسیار پایینتری دارن و شما برای خرید مانیتور یکی از معیارهایی که باید در نظر بگیرین کیفیت تصویر و همون رزولوشن تصویر هستش که اگر فول HD باشه این خب قطعا کیفیت تصویر بهتره که 1920 در 1080 نشون دهنده اینه که مانیتور شما از نوع فول HD هستش. مانیتورهای 24 اینچ 22 اینچ توسط ما از نوع فول HD با کیفیت بسیار بالا به فروش میرسن. جهت ثبت سفارش میتونید با ما در تماس باشید.